خب دوستان عزیز، در اینجا صحبت در مسئله روزنامه‌نگار ژورنالیستی که حرف میزنن عبدالستار پیر محمد زاده. واقعا در سیاست تاجیکستان یک تغییرات بگیم آورده که در میدان سیاست در فیسبوک تاجیکی بسیار یک تغییرات آورد. این هم باشد یک روزنامه‌نگاری بود که طول سالها در حکومت تاجیکستان در تلویزیون و رادیو کار کرد، فعالیت کرد و یک نفری که خب قلمی خوب، یک نفری که خب از صحبتاش از اون چیزی که حرف میزنه واقعا یک نفری بسیار با علم و نفری بسیار با عقل هم هست. از همون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو دیده 1000 بار، صدها هزار بار این نفر بهتر و خوبتر و خب با عقل سالم حرف میزد. بیاین ما صحبتی این نفر هم میبینیم یک بعض جاهاش، چون نوار زیاد است، چون در این مسئله همگی حرف زد. میبینیم که سبب اعتراض این نفر چی است. ببینید که تاجیکستان به یک نام بهاگذاری میکنند و تعریف میکنند و سیاست درست خیرتمندانه راهبری کشور، راهبری شهر دوشنبه، وکیل پارلمان یا رئیس پارلمان و دیگر و هاکذا گفته تعریف میکنند در تلویزیونشون، در رادیوهاشون، در رسانه‌هاشون. امروز از داخل خود حکومت، کسی که در حکومت رحمان تاجیکستان کار میکرد، کسی که امروز بعد از سالهای طولانی خدمت آمد یک تکثیرانی راه شد، یک نفری که خدمت کرد، زحمت کشید، یک تکثیرانی راه شد، یک نفری که به هیچ وجه یگام دانشگاه و دانشکده را نخونده است، از امریکا بیرونش کردن، از روسیه بیرونش کردن، آمده است در سطح بالاترین مقام بعد از راهبری کشور نفری دوم در کشور راهبر است. به خاطر چی؟ چون پدر راهبر است، طبیعی است که فرزند باید راهبر شود. یعنی سیاست دولتداری حکومت رحمانوف آوردن با سیاست شاهی برابر کردن، نسل به نسل فرق نداره، او سواد داره نداره، فرقی نداره، تقدیر ملت آینده چی میشود. اینا باید که چیکار کنن؟ این همین برنامه پوچ به منوچونه برند. یک نفری که 17-18 سال کار میکنه، بعد که یک نفری بی سواد و کم عقل راهبر او کمیته میشود، دیگر برای این نفرها کار نیست، زندگی نیست، راه نیست، مجبور میشوند که خب از یک لقمه که داشتن با یک پولی ناچیزی که معاش میگیرن از همه هم رانده شوند، بیان در خیابان تکثیرانی کنند. خیلی شرم است، واقعا خیلی یک جای نگرانی است که چنین شخصای با فرهنگ، چنین شخصای خب شخصیت‌های ملی که خدمت کرده بودن آمدن امروز خب ناچار شدن، مجبور شدن حرف زنن. مرحبا نوارا میبینیم. خب شما دیگر کار برای من تامین کردن شهروندی که جای دیگر کار نمیکند، شهروندی که مجبورش کردن از کار رفت. خب شما دیگر کار برای من تامین کردن نمیتوانید. اگر میتوانید مرحمت، من با مسافرکشانی مشغول نمیشوم. من هم هر روز از روی خوشی خرسندی از سحر تا شام به خاطر 5 سومون مردم سلامتی رو از دست داده به کوچه نمیبرایم. یا ما از حساب همین تاکسی 5 سومونه هر روز 100 سومون و 200 سومون نمیابیم. خب بعضا 40 سومون، 50 سومون، 60 سومون، هر شکر خداوند هر خیل میشود. لیکن گرفتن آن خیل هر روز بعد 580 سومون جریمه کردن، شما 3 مقام والا در جمهوری تاجیکستان در نزد خداوند چی جواب میگویی؟ 580 سومون وقتی که معاش مینیمالی شما در یک کارخانه دولتی، من مثلا 860,000 سومون معاش میگرفتم در یک ماه که رفتن و آمدن، راه کرای من، خورد و خوراک من و فرزندانم، لباس و پوشاک من همش در آن داخل بود. چه خیلی شما با کدام عدل و انصاف میتوانید که 580 سومون جریمه کنید؟ غم مردم رو کی میخورد؟ همین مردمی که اول به گمان شما در کوچه های شهر دوشنبه با مسافرکشانی مشغولند، از روی خرسندی برآمدند. همه آنها میلیونرند، همه آنها روزانه 800 تا 1000 سومون کار میکنند و 550 سومون یا 580 سومون برده با شما میسپارند از روی خرسندی. من در یک نامه الهیده برای رئیس شهر دوشنبه چون تعیین شده بودم، حکیم زاده گفتم دانش نداده باشد، اگر کار کردن میخواهی پیشبرد جامعه برای بهبود ساختن یک شرایط مردمی جامعه چیکار کردی؟ هر کسی را بهر کار ساختن، مهر آن را در دلش انداختن.
و ما هم در کار خود صادقیم. صادق بودیم، هستیم و میمانیم. از کمبودی های جامعه هم میگوییم. امروز من همچون یک مثلا شهروند به این سه مقام بالای حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعت میکنم. یک شهروند، پرزیدنت من غمخوار ملت، تنها آن زمان با روز پرزیدنت مردم کشورم رو تبریک میکنم که پرزیدنت من غمخوار من باشد، که پرزیدنت من غمخوار کودکان من باشد، که پرزیدنت من غمخوار اهل عائله من باشد، پرزیدنت من غمخوار ملت من باشد، پرزیدنت من غمخوار مردم کشورش باشد. بعد این خاطر یک مراجعتنامه دارم. مراجعتنامه به قهرمان تاجیکستان. واقعا بسیار سخنهای پرمعنی و درد دل جامعه. بله، برای میخوای که یک نفر از کار محروم بکنی باید یک جای کار ساخته بکنی. که تصور که یک نفر از کمیته تلویزیون و رادیو بیرون میکنین، آینده او را دولت باید فکر بکنه که این نفر چی کار بکنه. خب از همه کاری که دیگر باید یک لقمه کار بکنه فرزنداشا بخورونه، این هم باشد باید سری چنبرک بشینه و 4 مسافر برای زندگیش پیش بره. امروز با فرمان رئیس شهر دوشنبه او جنتلمن و کودک دیگر تمام تصمیم گیرنده شده است. تمام خساراتی که در تاجیکستان میره، در شهر دوشنبه میره، تصمیم رستم کی اجازه داد که امروز تا این اندازه فرزند یک رهبر کشور بزرگترین جنایت ها را بکنه؟ کی اجازه داد؟ من نمیدونم. تاجیکستان سود داره، پروکرور داره، عدالت داره، هست کسی که از این مشکلات حرف زنه؟ طبیعیه که دیگه کمپانیایی که تاکسی که شروع کردن مالی دست فرزندای اینها است. اینا نمیخوان که یک شخص بیرون از زیر اطاعت اونها پول کار بکنه، زندگیش پیش بره. درست است که چنین یک نظامی درست در کشورهای اروپایی است. تاکسی ها همه با طور رسمی، اما منطقی نیست در تاجیکستان با چنین اصول کار کرد. برای که شما حالا با این برنامه نرسیده این، برای این برنامه رسیدن یکم عقل سالم در کار، ساختی درستی دولتداری لازم است، سیاستمداری عاقل لازم است تا مردم اول جای کار بته، پس آنتر فرماهای شخصی و غیر شخصی تان بسازین، با مسافرکشی مشغول بشوین. در حالی که شما نه جای کار دارین، نه زواد دارین، نه فابریکه دارین، نه کارخانه دارین، نه کدام درآمد دارین که مردم معاش بتین، آمدین یک تصمیم پوچ و اولهانه میگیرین. به خاطر چی؟ به خاطر شهردار دوشنبه گفت. شهردار دوشنبه چی؟ ترتیبات جمعیتی. کدار ترتیبات جمعیتی امروز در سخت‌ترین شرایط که مریضی جامعه را فرا گرفته است، نقلیات های مسافرکشانی شما پر از انسان است. برای چی؟ به خاطری که نقلیات های اضافگی نیست. نقلیاتی که مردم به جای کارش برسه، مجبور میشوند در یک میکرواتوبوس اگر 20 کس باشد 40 نفر سوار شود. مجبور، چون نظام درست نیست در مرکز باید به طور باید و شاید به ترتیب درآورده شود. و کی اون مرکز ترتیب میداره؟ البته طبیعی است که راهبر عادل. ما تو امروز بعد از 3 سال 4 سالی که راهبر شهرین، چی تغییراتی در شهر آوردین؟ بجز از همه که امروز میخوایم بنای بانک ملی را چپا بکنین، یک بنایی که خب تاریخ 20 ساله داره، زمان شوروی که نبود. بجاش باغ بسازی، باغ بر خطیتون فردا گور میبرین، لحد میبرین. چی کار میکنین؟ از ساختن باغ شما چی لذت میبرین، چی کیفیت میبرین، چی چیزی را میخواین اصلاح بکنین، عوض بکنین؟ آیا در همین شب و روز در زندگی پسته که این سابق روزنامه‌نگاره که امروز هم روزنامه‌نگارش میگم، گرچنده که بعضی رسانه ها خوابی را دیگر دیدن هم میگیرن و یک تاکسیست میگن و بعضی از خصوصا کسایی که هم کسب این نفر هستن، من خیلی افسوس میخورم که یک نفری که واقعا سالها در سیاست حکومت رحمانویان که در خود یک کمیته تلویزیون و رادیو کار و فعالیت که شاید از شما دیده پیشتر و بهتر کار و فعالیت کرده بود، امروز این نفر ها با همچون یک تاکسیست نامگه، نه که یک روزنامه نگار. خیلی من افسوس میخورم، خیلی واقعا که چونین یک حادثه ها، چونین یک نادیده و خب به نظرگیری در مردم ما هست، در حالی که خب ایشون قصه میگن قریب 18 سال سابقه کاری دارد. 18 سال
تقدیر این نفر چی می شود، چی شد دیگر خب خودش میدونه و خدا میدونه. البته که امروز ما میبینیم که جامعه تاجیکستان خب شخصایی که از حزب حرکت ها بیرون است فعالیت دارن. شاید سوال اینجا باشه که چرا حرکت سیاسی گروه 24 کدام تصمیم نمیگیره. ببینید دوستان عزیز، نه فقط باید تمامی مسئله را بالای یک حرکت بر بکنین، ما این آرزو را داریم که بگذار مردم خودش تصمیم گیرنده باشه. بعضا مورد بگذار در چنین مسئله هایی که داغ روزه است مردم حرف زنه. نه دیگر نباید ما در همه نقطه فقط یک حرکت پیشنهاد بکنیم. شاید وقتی که یک حرکت دخالت میکنه در چنین مسئله، شاید بالای نفر یعنی که فشارها زیاد میشه که شاید همکاری با یک حرکت و دیگر. اما وقتی جامعه شهروندی، شخصانی فعال، من نمیدونم چرا روزنامه‌نگارای داخلی تاجیکستان تا امروز در این مسئله خاموشن. این نفر خب تقدیر این چی است؟ آیا یک نفر میتونه برای شهر بده در این مسئله؟ چرا درد دل این نفر شنیده نمیشه و چرا یک مقام دولتی با طور رسمی نمیبره از این مسئله ارزونه که بله واقعا این جوان درست میگه که زندگی در داخل تاجیکستان وضبین است، درست میگه که چون یک بینظامی هست در مرکز دوشنبه برای یک تکثیرانی کردن 500 سومون، زیاده از 500 سومون جریمه کردن منطقی است. اصلا جریمه ها با وابسته با معاش همون کشور باید صورت بگیره. بلندترین جریمه در داخل تاجیکستان است. من نمیفهم برای چی بلندترین جریمه وقتی در کشورهای اروپایی خب ماشین تا با صورت بلند کمی حرکت میکنی، خب کاتگوری داره، تو از اوی چند حرکت میکنی همون قدر جریمه داره بداد. از 10 یورو 15 یورو شروع میشه بالا رفتن میاد. خب طبیعیه که دیگه اگر صورتی از روی 200 باشه جایی که 100 است دیگه معلوم است که او جریمه بالاتر داره و ارزنده است. با معاش با زندگی که مردم میگیره میارزه، ولی در داخل تاجیکستان چونی نیست. و باز هم من در آخر زیاد نمیخوام در این مسئله صحبت کنم. از تقدیر این نفر در دست مردمی تاجیکستان است. خب کسانی که خب جامعه شهروندی میگن مرحمت کنین در این مسئله دخالت کنین، خب بآموزین، ببینین که از داخل تاجیکستان درد غم میگه مردم دیگر کاسه صبر لبریز میشود. یعنی دیگر راهی نیست که مردم انتخاب بکنه. آخران راهی است که برای فرزندش میبره تکثیرانی میکنه، اما همون را محروم میکنن. پس قبل از اون که محروم میکنن باید براش جای کار، خب معاش، زمانی که بیکار است دولت باید براش معاش بده. این نفر چی بخره؟ یک نفر 6 تا صحبت کردن که خب یک نفر در داخل تاجیکستان از همه کار محروم میشه. چی باید بخره؟ فرزند داره، دلتون برای فرزندی اونها نمیسوزه. رهبری کشور، مسئولین، کسایی که مسئول هستن، دلتون برای طفلان بیگناه اونها نمیسوزه. چه خیل شب دبالینتون خواب میکنین، صبح سحر بلند میشین کلا و ساله کدگی پارلمان کشور میرین، بحث نمیکنین در این مسئله. این است نقطه اساسی.